سلام دوستان عزیز، امیدوارم شاد و سلامت باشین. امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری آنلاین بودنمون رو مخفی کنیم، یعنی کسی نبینه که وارد بازی شدین، مخفیانه وارد بازی بشین. برای این کار روی قسمت فرندا میزنیم. باز که شد روی گزینه ست استاتوس میزنیم، وارد این قسمت میشیم. 3 ردیف داره. ردیف اول درخواستا اتوماتیک تایید میشه، این 3 مدل. برای اینکه رنکاپ کنین، تیم تشکیل بدین و یا هر جا که هر قسمتی میرن برای بازی شما رو همراه خودتون ببرن. ردیف دوم برای اینکه مداتون انتخاب کنین، خوشحالین رنکاپ میخواین بکنین یا مدل‌های مختلف. ردیف اول و دوم وقتی که هر کدوم انتخاب کنین، یعنی یکی از اینا رو میتونین انتخاب کنین، دوتا با هم نمیشه. به مدت 7 روز میمونه این تنظیمات. ما با ردیف سوم کار داریم برای مخفی کردن آنلاین بودن. اینجا 3 تا گزینه داره ردیف سوم. گزینه اول که بزنیم، یعنی غریبه ها نمیتونن براتون درخواست بفرستن، میبینن آنلاینین ولی درخواستی نمیتونن براتون بفرستن. ولی کسایی که توی لیستتون هستن، تو فرنداتون هستن، اونا میتونن براتون درخواست بفرستن. گزینه دوم، هیچ کس نمیتونه براتون درخواست بفرسته، یعنی میبینن آنلاینین شما ولی درخواستی براتون نمیاد، یعنی نمیتونن درخواست بفرستن. ما با گزینه سوم کار داریم برای مخفی کردن آنلاین بودن. این گزینه، اینو که بزنین دیگه مخفی شما آنلاین وارد بازی میشین، آنلاین بودنتون کسی نمیبینه. اینو میزنین و بعد گزینه شیر استاتوس میزنین. به مدت 24 ساعت مخفیانه وارد بازی میشین. همین. امیدوارم این کلیپ آموزشی به درتون خورده باشه. خیلی ساده است، اکثرا بلدن اینو، ولی خب اینو گذاشتم برای اون از دوستانی که با این گزینه آشنایی نداشتن. شاد و سلامت باشین. خدا نگهدار.